سلام بینندگان عزیز، تحولات آخری تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی منظور شما میکنیم. امروز جمعه 17 سپتامبر. در برنامه امروز این موضوع ها را داریم. در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در مورد برخورد با قضیه افغانستان یکدلی حاصل نشد. وکیل مجلس شهر توس میگوید ماموران میلیسا او را بیگناه زدند. شکایتش را دادستانی منطقه تفتیش میکند. یکم در طی پوم مردانم زدن سر کرد. بعد من که خم شدم در قفس سینم زد. خستنی شدم در طرف چپی رویم زد. در روسیه انتخابات وکیلان به دومای دولتی و مجلس های محلی آغاز یافت. مخالفین کرمل در انتخابات راه نیافتند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از وضع افغانستان به خصوص دره پنجشیر اظهار نگرانی کرد و گروه طالبان را به زورگویی متهم نمود. رئیس جمهور گفت پنجشیر در محاصره کامل قرار دارد و از جامعه بین المللی خواست به مردم آن کمک کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مومن احمدی. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت تأسیس حکومت بدون نمایندگان تمام قوم‌های افغانستان ممکن است سبب بدتر شدن اوضاع و جنگ و خونریزی شود. نظام سیاسی در افغانستان باید بر اساس میل مردم باشد، بدون یگان دخالت از یگان کشور و دیکته کردن نوع ساختار سیاسی. بدون حضور همه گروه ها تشکیل کردن حکومت در افغانستان می تواند وضعیت را بدتر کند. بنابراین در نظر بگیریم که حق مردم افغانستان است که حکومت را تعیین کنند. او گروه طالبان را سخت تنقید کرد که با زورگویی میخواهند حکومت تشکیل کنند و دره پنجشیر را که اکثرا تاجیک تباران آنجا زندگی میکنند به محاصره گرفته و مردم را به مواد غذایی و دارواری گذاشته است. بعد اشغال افغانستان از طرف طالبان حکومت تاجیکستان گفت هیچ گونه حکومت آنها را اعتراف نمیکند، فقط به این شرط که در آن نمایندگان تمام قوم‌های کشور بخصوص تاجیکان حضور داشته باشند. نمایندگان دیگر کشورهای عضو از جمله پاکستان و روسیه و ازبکستان به قدرت آمدن طالبان در افغانستان را یک واقعیت خواندند که باید پذیرفته شود. از جمله عمران خان نخست وزیر کشورش که به حمایت از طالبان متهم می شود گفت باید شکر گفت که خروج نیروهای خارجی بدون خونریزی، جنگ داخلی و اخراج گسترده آوارگان صورت گرفت. طالبان ماه آگوست محض بعد خروج نیروهای آمریکایی افغانستان را گرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت باید از طالبان خواسته شود که عهد دادند اجرا کنند. از بس که تاجیکستان با افغانستان سرحد بیش از 1300 کیلومتری دارد، نگران است که ممکن است تحت نظارت طالبان افراطی آن کشور به مرکز گروه‌های تروریستی و افراطی تبدیل یابد و ناآرامی از آن به تاجیکستان هم سرایت کند. در حاشیه این نشست امروز همکاران ما در شهر دوشنبه از چند راهگذر پرسیدند که سازمان همکاری های شانگهای تا کجا برای حل مناقشه در افغانستان می تواند کمک کند. پاسخ آنها را همراه می بینیم. این کاری داخلی جمهوری اسلامی افغانستان است. دخالت ما در اوجا با خیالم که یگان وای ندارد. اصلا ما میگیم که اینجا تاجیک‌ها هستند، تاجیک‌ها زندگی میکنند، لیکن این کار داخلی جمهوری اسلامی افغانستان است. در اینجا ما فقط میتونیم که سرحد خودمان همین ODKB اینکه شاست اوید مسئله هایی که سرحدی ما دخالت نکنند همین مسئله را گذاشته میتونیم. اصلا ما انتظار هستیم که انشالله یک بهبودی می شود و به خلق جنگ زده افغانستان یک یاری رسانده می توانند و ما هم امید داریم که یک فکرهای خوب شود، یک اندیشه های خوب شود و به همون خلق جنگ زده یک یاری رسانده توانند که همون بیچاره مردم در یک حالت خیلی بد قرار دارند و این ما رو هم آسوده گذاشته نمی تواند. Я думаю, что там тоже встанет все на свои места. یک وکیل مجلس محلی در شهر توس منطقه جنوب تاجیکستان ادعا دارد که دو کارمند مقامات با شرکت ناظر راه او را لطوکوب کردند. ماجرا شب 9 سپتامبر از آنجا سر زده است که ناظر راه او را در راندن ماشین در حالت سرخوشی ایبدار کرده است.
در تاجیکستان مشکل آزار و اذیت و شکنجه بازداشت شده ها از سوی مقامات انتظامی هنوز داغ باقی میماند. جزئیات ماجرا در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده. فریدون محمدیوف میگوید که او را ساعت 3 شب با گمان میزدگی وقتی رانندگی به بینای بازرسی دولتی اتومبیلی بردند. یکم در طی پام مردانم زدن سر کرد. بعد من که خم شدم در قفس سینم زد، خستنی شدم، در طرف چپی رویم زد. در حجره سرداری بازرسی دولتی اتومبیل ناحیه شهری توس در حجرش. بعد وای چند دقیقه این مفتش کلان آمد و در پشتم سرم زدن سر کرد که بعد بازرسی سرداری بازرسی من رو گفت که فریدون خیز اجاد دورتر رو با جای خوبی که در حجرش با پشتش با جای خوب میرفتگی داشته از سرداری بازرسی ده. محمدیوف میگوید که از این حادثه به دادستان ناحیه و وزارت کارهای داخله رسما مراجعه کرده است ولی جواب نگرفته است. در حجت اکسپرتیز طبی در بدن شهروند محمدیوف آسیب پوشیده کاسه‌خانه و معاینه سر، لرزش معاینه سر اثبات شده است. که من باوری دارم که این خیلی آدم‌ها باید در این جامعه در این مقامات کار فعالیت نکنند. نفرانی که فریدون محمدیوف نام میبرد در مورد این قضیه چیزی نگفتند ولی یک نفر از مقامات انتظامی ناحیه شهر توس تصدیق کرد که آنها از این ماجرا خبردار هستند. معلوم نیست که مقامات انتظامی تاجیکستان وابسته به این قضیه چی واکنش میکند ولی این پزشک و وکیل از ناحیه شهر توس تقاضا دارد که حقیقت را اثبات کند و گناهکاران جزا گیرد. در روسیه انتخابات وکیلان دومه دولتی یا پارلمان این کشور آغاز و بار اول آوازدهی 3 روز ادامه می کند. این انتخابات در حال برگزار می شود که همه حزب و سیاستمداران مخالف کرمل از صحنه رانده شده و با بهانه‌های گوناگون به سبقت انتخاباتی راه نیافتند. کارشناسان میگویند 3 روز دوام کردن جریان رایدهی خوف تقلبکاری در انتخابات را بیشتر می کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه. در روسیه انتخابات پارلمانتی به دومای دولتی آغاز یافت که 3 روز ادامه می کند. روز اساسی یکشنبه 19 سپتامبر خواهد بود. 2 روز دیگر جمعه و شنبه با درخواست مقامات به خاطر جلوگیری از گسترش کووید 19 علاوه شده است. نخستین شده ساکنان کامچاتکا در آوازدهی اشتراک نمودند. من به همین چیز باور کردن میخواهم که انتخابات به چیز تاثیر خواهد کرد. پیش از آن که به اینجا آیم طریق اینترنت با برنامه‌هایشان شناس شدم ولی بعد آمدن به آوازدهی باز هم عمیق‌تر درباره برنامه‌هایشان معلومات گرفتم و انتخاب خود را کردم. نمیدونم هنگام نتیجه گیری چی میشود. ساکنان روسیه برای 450 کرسی دومای دولتی از حوزه‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی باید وکیل انتخاب کنند. در این سبقت در مجموع 3812 نامزد شرکت می‌ورزند که از 14 اتحادیه‌های سیاسی نمایندگی می‌کنند. علاوه بر این در چند منطقه وکیلان مجلس‌های قانونگذاری انتخاب می‌شوند. در بعضی از شهر و ولایت‌ها به مثل مسکو، کورسک، مورمانسک و یاروسلاوسک نه تنها در حوزه‌های انتخاباتی بلکه طریق آنلاینی نیز میتوان آواز داد. گذشته از این شهروندان روسیه که در جمهوری‌های اعتراف نشده دونتسک و لوگانسک زندگی می‌کنند توسط پورتال خدمات دولتی یا خود گوسوسلوگی امکان آوازدهی دارند. نظرسنجی‌های دولتی نشان می‌دهند در حالی که معروفیت حزب حاکم روسیه واحد از سال 2006 تا به درجه پسترین پایین رفته است، محبوبیت حزب کمونیست بیشتر شده است. طرفداران مخالف اساسی کشور الکسی ناوالنی که حالا در زندان است به کمونیستان تکیه کردند. مخالفین مقامات را در فشار بی سابقه سیاسی عیبدار می‌کنند. بنیاد مبارزه با کروپسیا تابستان امسال اکستریمیستی اعلان شد و وبسایت آوازدهی هوشمند چند هفته پیش از انتخابات بسته شد. روز جمعه گوگل و اپل هم برنامه ناوالنی را از نرم افزارهایشان خارج کردند. سال جاری دست کم 400,000 ساکنان روسیه و 250 متخصص خارجی برگزاری انتخابات را نظارت خواهند کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نخستین بار از سال 1993 ناظرانش را به انتخابات روسیه نمی‌فرستد.
پس از سقوط حکومت افغانستان و غصب شدن آن از سوی طالبان، تمام خراجات مالی یگانه مکتب افغانی در تاجیکستان بر دوش خانواده‌ها واگذار شده است. تا این دم فعالیت این مکتب را حکومت افغانستان سرمایه گذاری میکرد. اکثر خوانندگان مکتب از نواحی اطراف دوشنبه بودند. دوری و خراجات راه نیز نگرانی والدان را به بار آورده است. همکارم شهلا عبدالله و از مشکلات این مکتب پس از اشغال طالبان در افغانستان گزارش می‌دهد. درس زبان انگلیسی در یگانه مکتب افغانی در دوشنبه. حادثه‌های اخیر در افغانستان با فعالیت این مکتب هم بی تاثیر نیست. کاری بده شد که ما یک 5 اراده اتوبوس دولت افغانستان به ما داده بود که در شهر مزار شریف ماند و به خاطر انتقال شاگردای ما بود که باید در ایوانات توظیف می‌کردیم. میاره شاگردا رو می‌بردن خانه‌هایشان و پس به مکتب می‌آوردن. در کتب درسی ما که باید انتقال داده می‌شد در روز ماند. هرچند تعلیم در این مکتب به طور معمولی ادامه دارد، اما با سقوط حکومت کابل سرمایه‌گذاری به مؤسسه قطع شده است. اجاره سفارت افغانستان چی در داخل سفارت چی در این مکتب مجالس گرفتن. اینا کوشش میکنن که از طریق متنفذین، تاجرها و افرادای پولدار افغانستان که در اینجا هستند یا تاجرایی که در خارج از افغانستان هستند کوشش میکنن از این طریق یک برنامه‌ریزی بکنن، ولی کمک بیشتر خودی همین والدین شاگردای ما اینا انجام میدن. با وجود چنین خوشبینی‌ها از آینده کار مکتب، تقدیر میانبده آن هنوز بعضی از والیدان خواننده‌ها را نگران کرده است. آنها بر اینند که تا حال روشن نیست که آینده کار مکتب چگونه پیش خواهد رفت. نمیدانم که چی رقم میکنن مکتب، اما میگن که ادامه میتن که میشه خدا مهربان است که ادامه بده که چون کودک‌ها همگیشان در تاجیکستان جا پیسرنوشت نشه مهاجرین. مکتب سامانیان در بینای خصوصی جایگیر است و اجاره آن $2,500 است. اکنون که چنین مبلغ از حکومت نمیرسد، تا پیدا شدن سرمایه‌گذار برای موقت نرخ شرطنامه تحصیل خواننده‌ها از 100 سومانی پیش تا 150 سومانی افزایش یافته است. مبلغی که پرداختش برای نه همه آسان است. 100 سومانی دادیم، اما گفتن که اگر اجاره از این مکتب از مؤسسه خارجی یا از منبع کمکی اگر پورا نتونه شاید باز 1,500 شود. نگرانی خانواده‌های افغانستانی از ادامه تحصیل فرزندانشان در حالی است که هفته پیش سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت تلاش خواهند کرد تا در این مکتب برای خواننده‌های افغان باز ماند. ما می‌فهمیم که تعداد زیاد افغانای ما در اینجا کاربار دارند و همچنان خود مکتب تا به حال داوطلبانه کار کردن. تنها کرایه یا اجاره مکتب است. ما تلاش می‌کنیم که را از طریق‌های مختلف به دست بیاریم و دروازه مکتب برای فرزندان افغانستانی ما باز باشه. مکتب سامانیان حدود 400 خواننده و 30 آموزگار دارد. به اطلاع دفتر جامعه پناهندگان افغان آریانا، در عموم در تاجیکستان زیاده از 6,000 افغانستانی به سر میبرند. دادگاه خاروخ عبدالله قوتبیکوف معروف به مولوی عبدالله یزغلامی را برای دعوت افراطگرایی طریق اینترنت به 5 سال زندان و 2 شاگردش را به 4.5 سالی محکوم کرد. یک منبع از دادگاه خاروخ روز 17 سپتامبر به شرط ذکر نشدن نامش گفت مرافعه روز 13 سپتامبر صورت گرفت و حکم عبدالله قوتبیکوف در حضور نزدیکان و نماینده دادستانی شهر اعلان کرده شد. وی گفت 2 همده‌اش امام‌الدین علیف و نظرالدین شکوروف که شاگردانش به شمار می رفتند با همین جرم به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده شدند. به گفته قوتبیکوف گروه 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی صبح روز 18 ایون به منزل زیستی مولوی عبدالله یزغلامی آمده او را همراه برادرش عزت الله و با کتاب‌های مذهبی و دینی و $80,000 مبلغ با خود بردند. بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. خداحافظ.